که هیچ کار نکرده. اینا رو کی را داده اینجا؟ یعنی به غیر از افغانستانی دیگه کارگر گیر نمیاد اینجا؟ که شورشو داره ورده. جمع کنید بابا. گذشته اینم از پیشرفت کارتون کوی مهم. اولا قرارداد داریم، دوما قرار نبود تو کار من دخالت کنی. این افغانستانیه چیه را دادی اینجا؟ افغانی ایرانی نداره، هر دوتاش انسانه. تو خودتو بذار جای اینا. دوست داری تو کشور غریب اینجوری باید برخورد بشه؟ از چه اینقدر بد شدیم ما؟ به چی تو مینازیم؟ به اون ماشینتون که به یه تصادفی بنده، به مالتون که به شبی بنده. افغانستانی باشه، اونم مثل ما انسانه. حالا از شرایط بد زندگیشون پناه آوردن به ما. از نظر تو شاید کارگر باشه، ولی برای من همکاره. ایرانی خارجیش هم فرقی نمیکنه. مهم شرافت انسانیت. دیگه فکر نکنم حرفی مونده باشه. موعد قراردادتون که رسید، من در خدمتتون هستم. ان شاءالله که شرمنده‌تون